مراقب باش با این قانون زندگی تو به فنا ندی. قانون گرون و مهمی رو میخوام برات بیان بکنم. خوب به حرفای من توجه بکن. رفیق من، هر بذری رو در دل دیگران بکاری، در زندگی خودت برداشتش میکنی. اگر در دل دیگران یأس و ناامیدی و انرژی منفی و حس منفی بکاری و یکسره به دیگران پالس منفی بدی، بی انگیزشون بکنی، حالشون رو از خودشون بد بکنی و به نکات منفیشون فقط توجه بکنی، دیری نمیگذره که یواش یواش در زندگی خودت میبینی همون چیزایی که در مورد دیگران میگفتی داره اجرا میشه و خودت زندگیت شبیه به اون چیزایی که تعریف میکردی شده. اگه میخوای این بلا به سرت نیاد، این قانون رو برعکسش بکن. سعی کن نکات مثبت دیگران رو ببینی و به اونها یادآوری بکنی خوب بودنشون رو و حس مثبت، انرژی مثبت، حال خوب رو به دیگران منتقل بکنی. مطمئن باش بهتر از اون در زندگی خودت ایجاد خواهد شد. موفق باشی و عالی.